مخلص برای خداوند کرد، خداوند او رو از سوء و فحشا نجات داد. از جمله پندهایی که میشه از این داستان گرفت اینه که انسان وقتی ببینه جایی، محلی، دکانی، خیابانی، پارکی، هر جایی، مدرسه، دانشگاهی، محل معصیتی که درش فتنه هست، اسباب معصیت هست، حتما از اونجا دور بشه، تا حد امکان از اونجا دور بشه، تا از معصیت که مثل آتش انسان میسوزونه دوری کنه. ولذا یوسف علیه و علی نبینا السلام وقتی دید که این زن زلیخا، زن فرعون زلیخا او رو به طرف خودش میخونه، فرار کرد به طرف در تا شر او و شر معصیت خلاص بشه. شما هر گناهی رو نگاه کنید، سرچشمه شهوت یا مال، یا شهوت یا مال. و از جمله پندهایی که میشه از این داستان گرفت اینه که میشه به قرائن وقتی که ادله قاطعه نباشه عمل کرد. وقتی مردی و زنی به همدیگه در باره مثال ظرف و ظروف منزل اختلاف میکنن، به طلاق کشیده، حکم چیه؟ قرینه چیه؟ هر کدوم برای خود ادعا میکنن. قرینه اینه که اون چی که مناسب مردان مال مرده، اون چی که مناسب زنان مال زنه. این در صورت که هیچ بیانه ای نباشه. مثال شما فرض کنید که یه نجار با یک حداد با هم اختلاف کردن راجع به وسایلشون، بیانه ای نیست، همچنین با قرائن باید عمل کرد. و از این باب که شاهدی که برای یوسف شهادت داد با قرینه شهادت داد، بیانه نبود، دلیل واضح و روشن نبود. قرینه چی بود؟ که پیراهن یوسف از پشت پاره شده نه از جلو. این دلالت بر این میکنه که یوسف صادق فرار کرده، اون از پشت گرفته شه. همچنین برای اینکه قرینه میتونه دلیل باشه، اینا مسائل بزرگی است در دنیای امروز، همه اینا عمل میشه در دادگاه ها. بر استدلالشون به وجود ظرف طلایی حاکم در بار برادر یوسف، وقتی این ظرف اونجا دیدن گفتن تو دزدی کردی. خب اینجا بیانه ای نیست، شهادتی نیست، اقراری هم نیست. اساس قضاوت بر این هاست. ولذا اگر شما یه چیز مسروقی رو دیدید در دست دزد، بخصوص که معروف و دزدی باشه، فوراً بهش حکم سرقت داده میشه و این از شهادت هم بلیغتره. مثال دیگه، یه شخص خدای نکرده مثلا خمر استفراغ، شراب استفراغ میکنه و دلالت بر معصیشه اگر بیانیه هم نباشه، اگر شاهدی هم نباشه و هکذا. ولذا خداوند چنین حکم رو فرمود که شاهد من اهلها، با وجودی که با قرینه شهادت داده، نه با بیانه، نه با اقرار، نه با شاهد. یکی از پندهای مهم این داستان اینه که یوسف جمالش تنها ظاهری نیست، خداوند بهش جمال ظاهر و باطن داده. این مهمه، جمال باطن خیلی مهمتره. جمال ظاهریش
زلیخا رو به برادران افغان به شور انداخت و زنانی که با او بودن همچنین باعث شد دستاشون رو ببرن. همشون گفتن ما هذا بشرا الا ان هذا الا ملک کریم، این بشری نیست، این یک فرشته. اما جمال باطنش اون عفت و اون پاکی است که از معصیت دوری کرد، با وجود که همه انگیزه های معصیت بود. و همسر عزیز مصر و زنان دیگه بعداً شهادت و براعتش دادن. ولذا بعد که زندانی شد و کار از کار گذشت، زن عزیز گفت که ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، من طلب او میکردم، دنبالش رفتم، لیکن دنبال پاکی بود، خودش حفظ کرد. بعدها گفت که الان حصص الحق انا راودته عن نفسی و انه لمن الصادقین، الان حق ظاهر شده، من دنبال او بودم، من او رو میخواستم و او از راستگویانه. بقیه زنان گفتند که حاشا لله ما علمنا علیه من سوء، حاشا، ما ازش هیچ بدی ندیدیم. و مسئله عشق و محبت همطور که بارها عرض کردم شکننده ترین و سخت ترین غریزه جنسی انسانه، از هر چیزی انسان رو ضعیفتر میکنه. لیکن یوسف علیه و نبینا السلام زندان رو بر معصیت ترجیح داد. حاضر بره زندان، سالهای سال زندان بمونه، لیکن با زیباترین زن مصر نزدیکی نکنه، خداشو ناراحت نکنه. عرفان اینه، عرفان درست، توحید درست اینه، خداشناسی درست اینه. ولی اگه انسانی، این قاعده خیلی مهمه، بین دو چیز مختار شد، یعنی یا این معصیت رو انجام بده یا عقوبت دنیاوی ببینه، حتما معصیت رو انجام نده، عقوبت دنیاوی رو انتخاب کنه، برای که عقوبت آخرت خیلی سخت تره. ولی از علامت های ایمان یکیش اینه که انسان چنان از بازگشت به کفر بدش بیاد که گویا که با آتشش بندازن، از کفری که خداوند نجاتش داده، از شرکی که خداوند نجاتش داده، از خرافه و قبر پرستی و آخوندبازی که خداوند نجاتش داده. لیکن با این حال از پندهای گویای این داستان یکیش اینه که خداوند انسان ببخشید همیشه به خدا پناه ببره، راز و نیاز و درد و شکوه و همه چیزش با خداش باشه، حتی اگر در معصیت افتاد، حتی به مجرد اینکه از معصیت خلاص شد بره به سوی خداش. علامت مؤمن اینه. و شیطان چیکار میکنه با معصیت؟ همه شیطان اینه که ارتباط مؤمن رو با خدا قطع کنه، یک معصیتی میندازدش، معصیت دیگه میکشه و هاکذا اگه توبه نکنه. ورز انسان باید همیشه از حول و قوه خودش، از علم خودش، از شخصیت خودش، از قدرت خودش، همه اینها رو تبری بجویه، به خدا پناه ببره. به مجردی که تکبر بکنه میفته، به مجردی که به خودش اعتماد بکنه میفته. خداوند درس عبرت میده. بلکه یوسف علیه السلام چه فرمود؟ و الا تصرف عنی کیدهن اصبو الیهن و اکن من الجاهلین. ای خدایا اگر مکر اینها را سر من دور نکنید، من سوشون در این چاه میفتم و از جاهلان میشم. یوسف پیغمبر
از جمله پندهای این داستان اینه که فهم، علم، عقل انسان رو به سوی خیر میکشه و از شر دور میکنه. جهالت و نادانی انسان رو به موافقت هوای نفس سوق میده، اگرچه معصیت بر صاحبش مضر باشه. از جمله پندهایی که در این داستان بسیار زیبا، در این احسن القصص هستش، اینه که انسان خدا را در سختی همچنان عبادت کند که در راحتی عبادت کرده و برعکس. بلکه یوسف علیه السلام همچنان به سوی خدا دعا میکرد. وقتی زندانی شد همچنان دعاش و دعوتش به سوی خدا بود. در داخل زندان مردم دعوت به توحید کرد، از شرک نهی کرد. به قول امروز اگه به جای فرعون مصر، حاکم مصر، یوسف اگه در زندان خامنه‌ای می بود اعدامش میکرد به عنوان وهابی. الان فیلم بهش درست کرده برای که در دسترسش نیست ازش سوء استفاده بکنه. همه این یوسفیانی که دعوت به توحید میکنند او اعدام میکنه. ولذا فرعون مصر 100 برابر از خامنه‌ای که ادعای اسلام میکنه بهتره با کفری که داشته. ولی یوسف در داخل زندان مردم دعوت به توحید میکنه، از شرک باز میداره. اونم وهابی بوده. یوسف از عربستان پول میگرفته برای که مردم مثلا به ولایت علی و آل علی نخونده، به خصوص به ولایت این لولو خورخوره به نام امام زمان. پناه بر خدا. اگرچه در فیلم یوسف چنین اراجیف رو هم جعل کردند که یوسف دنبال ولایته، هیچ چیزی از ایران شرک زده سر بلند نمیکنه مگر که شرک درش هست در امور دینی. لیکن زیرکی یوسف رو ببینید. وقتی دوتا جوان میان خواب دیدن، میان پیشش، یوسف میبینه که اینا شایستگی اینو دارند که دعوت رو قبول کنند. چرا؟ برای خوشگمان بودند، حسن ظن داشتند به یوسف. اگه انسان بد می بودند چون این گمانی نمی داشتند. همینجا در برنامه ها هزاران بار دیدیم یه اطلاعاتی زنگ میزنه فوش میده، یه اطلاعاتی دیگه زنگ میزنه هدایت میشه. سنا فرق میکنن. و مجردی که شما شخص حسن ظن داشته باشه پیش شما اومده بدون فحاشی، معنیش اینه که درش خیر هست. اونا چه گفتن؟ انا نراک من المحسنین، ما تو را از نیکوکاران میبینیم، به نظر ما شما انسان محسن و نیکوکاری است. اونا اومدن که این نیکوکار خوابشون رو تعبیر کنه. یوسف هم دید که اینا خیلی مشتاقن، اینجا فرصت و غنیمت شمرد، اونها رو سوی خدا دعوت کرد، سوی توحید خدا، نه به سوی ولایت مجعولی که ابن سبا ساخته و از خدا برای مراجع دجال از خمینی تا کلینی مهمتر شده. خود اون ائمه بزرگوار هرگز چنین اراجیفی رو نشنیدند و نه به گوششون خورده، نه کسی رو به دعوت کردند به این اراجیف. لیکن یوسف اونها رو به خدا خوند قبل از اینکه تعبیر خواب بکنه. اونها رو به سوی دعوت خدا خوند، به اصطلاح مجعول امروز اونها رو به وهابیت خوند تا به مقصدش برسه، تا مردم رو دعوت کنه به سوی خداوند. براشون بیان کرد اولا اینکه در این حالتی که شما منو میبینید که من محسنم، این حالت به من رسیده، به اصطلاح امروز خوشگمانی شما متشکرم، لیکن این نتیجه ایمان و توحید منه. این که من از ملت پدران خود که مشرک بودن دست برداشتم، دور شدم، گذشتگان یعنی.
خب این حالت یوسفه. حالتشون ما یه زبان حال داریم، یه زبان مقال داریم. حالتشون این دعوت رو میکنه، بعد از اون با حالت مقال با زبان دعوتشون کرد. اینکه شرک چقدر بده، غیر خداپرستی چقدر بده، حقیقت توحید رو براشون بیان کرد، استدلال کرد، برهان آورد. حتما این یوسف از آل سعود پول میگرفته، نه؟ که در زندان شروع میکنه تبلیغ وهابیت و ناصبیت، یک وهابی دو آتشه. لیکن با این حال فرعون نکشتش. فرعون اون وقت نکشتش که هیچی، بلکه دعوتشو داره در زندان ادامه میده. اما فرعون زمان ما، خامنه‌ای و اجامرش که نفرین خداوند بر همشون باد، خون موحدان اهل سنت رو میریزند و بعد آباش خودشون را، مقلدان خودشون را، بسیجیان خودشون را، اطلاعاتی و نفهم خودشون را دروغ درمانی میکنن. فکر میکنند که اینا کار درست میکنن، جهاد میکنن، برای که عقلاشون رو گرفتن. نه علمی نه عقلی. از جمله پندهایی که از این داستان میشه گرفت اینه که انسان از اهم و فلاهم شروع کنه. و مثلا اگه شخصی از این مفتی سوال کرد راجع به موضوعی، ولی اون مفتی میبینه، اون عالم، اون برنامه ریز، اون هر حال سوال شده میبینه که این نیازش به غیر از این سوال بیشتره، اینجا فرصت و غنیمت بشماره، مثل یک معلم دلسوز با زیرکی اونو نصیحت کنه، راه راست رو بهش نشون بده. این دو جوان در زندان از تعبیر خواب ازش پرسیدن، لیکن قبل از اینکه تعبیر خواب به اونا بگه، اونا رو به سوی خدا دعوت میکنه، اونا رو به سوی توحید دعوت میکنه، اونا به سوی دوری از شرک دعوت میکنه. از جمله این پندها یکیش اینه که اگر انسان در سختی افتاد، در شدتی افتاد، اشکالی نداره برای از کسی کمک بگیره که اونو نجات بده، سبب نجاتش بشه. این یا وساطت کنه. این شکوای مخلوق نیست، بلکه این از امور عادیه. همه مردم از هم دیگه کمک میگیرن. لیکن چون این قیاس مع الفارقی رو که دجالان روحانیت با مردگان انجام میدن، زمین تا آسمان تفاوت داره. ورس از یوسف ازشون کمک گرفت. اذکرنی عند ربک، در پیش صاحبت، پادشاهت، منو بیار. یعنی چرا من زندان بمونم؟ و از جمله این پندها اینه که یک معلم، یک برنامه ساز، یک مبلغ، یک دعوتگر در اون چه که به دیگران می آموزه اخلاص تمام و کمال داشته باشه، به خاطر حقوق نباشه، به خاطر پول نباشه، به خاطر ظهور نباشه، به خاطر دستبوسی نباشه، به خاطر نام در میان مردم نباشه. این تعلیم خودشو، علم خودشو وسیله رسیدن به مال و جاه و مقام و شهرت و فلان اینا نگردانه. نه که این اگر دستش نیفتاد از به این جاه نرسید از تعلیم و تربیت دست برداره، از دعوت دست برداره. حتی اگر سوال کننده چیزی رو شما ازش خواستید این کار رو انجام نداد، یوسف علیه السلام به یکیشون گفت منو پیش پادشاهت، پیش ربت یاد بیار. اون یارو یادش رفت، زندان که اومد بیرون یادش رفت، اصلا یادش نیامد. ولی وقتی نیاز به یوسف پیدا کرد، همون جوان رو فرستادن. اومده دوباره پیش یوسف ازش فتوا سوال میکنه، ازش تعبیر خواب سوال میکنه. یوسف نگو ای نامرد، تو همون نیستی که من به این حرف زدم؟ نه اینجوری بهش نگو. چرا این کار نکردید؟ اصلا بروش نیاورد.
من چنین صفتی رو در مولانا عبدالعزیز می دیدم، خدا رحمتش کنه. و بلکه یوسف علیه السلام بدون که یادآوریش بکنه جواب تام و تمام سوالش رو بهش داد. اگر کسی سوال شد، انسان ناصح، مخلص در تعلیم و آموزش، محسن در تبلیغ، سائل رو به چیزی روشن کنه که مفید باشه براش، راه به اصطلاح امروز راه چاه رو بهش نشون بده، راه چاه دین و دنیا رو بهشون نشون بده. با این کلمه که این و آن میان وحدت اسلامی حرف بزنند فریب نخوره. با دو برنامه تلویزیونی نگه که نه من نه سنی هم نه شیعه هم، من مثلا لایکم. این از کمال نصیحت و دعوت و زیرکیه و حسن تعلیم، حسن ارشاده. ولذا یوسف علیه و نبینا السلام به این اکتفا نکرد که خواب پادشاه رو تعبیر کنه، بلکه راهنماییشون کرد که بعد از اون چیکار کنید، بعد این سالهای حاصل خیز بعد چطوری توشه جمع کنید، چیکار بکنید. و یکی از پندهایی که میشه گرفت اینه که انسان از اینکه تهمت از خودش دور کنه قابل سرزنش نیست، براعت خودش رو ثابت کنه، بلکه این کار مفیدیه. همچنان که یوسف علیه و نبینا السلام از خروج از زندان امتناع کرد، گفت نه، اول پاکی خودشو میخواد ثابت کنه. اون زنانی که این تهمت به من زدن سوال کنید. و انشاءالله که بقیه رو در جلسه چهارم یا پنجم، نه فکر کنم جلسه پنجم باشه، بله، ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ببینید که سگهای درنده خامنه‌ای و خمینی با مسلمانان سوریه چیکار میکنن، چطوری ریشاشون رو میکنند. این کینه متدینان تشیع از زمان صفوی تا الانه. متدینان میگن. الله يا زلمه اسكت يا الله والله ما سوينا شيء اقسم بالله ما سوينا شيء ما نسوي شيء المصريه كانت المصريه بدك تحت المليك وخسر على المصريه المصريه ده ما يحرك يعني هو جاي ده سريع قصدي عايز مش مصريه ده اینا کیف میکنند، اینا کیف میکنند که ریش اهل سنت رو میکنند، با وجود که اینا اصلا مخالفان رژیم نیستن. الله يا زلمه اسكت يا الله والله ما سوينا شيء اقسم بالله ما سوينا شيء ما نسوي شيء. میگه ما هیچ کار نکردیم، به خدا که ما هیچ کار نکردیم. المصريه ده ما يحرك يعني هو جاي ده سريع قصدي عايز مش مصريه ده این اسلام برتر دجال زمان خامنه ای است که با این اسلام برتر سوریه را با خاک سیاه نشونده که خداوند خودش را و خانوادهش را و همفکرانش را با خاک سیاه بنشاند.
آیه هدایت شده هیئتی، حجت الاسلام والمسلمین قرائتی به قول شما قرقاتی، از قرآن استدلال میارد که با طلا زری ساختن مجاز است. یعنی پیغمبر قرآن رو نفهمید. این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از ساختن گنبد اصلا نهی کرده بر سر قبرها، بلکه خود ساختن قبرها رو، یعنی بدون گنبد حتی یه اتاق درست کردن رو نهی کرده و خودش در خانه خودش دفن شده برای اینکه مردم بر سر قبرش گنبد بارگاه درست نکنند. ولیکن بعدها به مرور زمان مسجد توسعه پیدا کرده، جایی نبوده کجا داخل مسجد شده. دارن زری امام حسین درست میکنن تو قم با طلاهای شهرستونا. مردم میان این زریحی که هنوز سر قبل نرفت. اولا این یک اسرافه و خداوند مصطفی رو لعنت کرده. طلا برای زندگانه، برای مردگان نیست. ثانیاً پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نهی کرده. بریم ببینیم استدلالشو. رفته گریه میکنن، دست میبالن، شر به شر میبرن. خب این کارا همش جهالت، جاهلیت، نادانیه، برخلاف دستور پیامبره. جالب اینه که در این موردها روایات شیعه و سنی اتفاق هست. هم آیت الله برقعی روایت ها را آورده، هم استاد طباطبایی روایت ها را آورده، هم استاد قلمداران خدا رحمتش کنه این روایت ها را آورده. سینه میزنن بابا اینا عوام فریبیه. آخه اینا طلاهای اصفهان و قم و کاشون و شهرهای دیگه، اینا طلای شهرستونا جمع شده، هنوز زریح نشده. اگر زریح شد بردن اونجا کنار قبر امام حسین گذاشتن، این به خاطری که جوار امام حسین بوده این تبرک میشه. چیزی که هنوز اینا همش اعمال جاهلیته، نادرسته. نشده. چرا شما بادار میدن مردم؟ خب یه شبهه بودم، از هم طلبای فاضلی هم بودن، ولی شبهه رو از قول خودشون یا دیگران نقل کردن. یه طلبه‌ای من رسید گفت که قرآن داره اگرم هنوز طلا به حرم نرسیده بازم مقدسه. گفتم اولا به حرم نرسیده، اینا حرم نیست. حرم، ما در اسلام دو حرم بیشتر نداریم و به قول سه حرم: مسجد النبی، مسجد الاقصی و مسجد الحرام. این مسجد النبی و مسجد الحرام احکام خاصی دارن. حرام اونجاییست که احکام خاصی داشته باشه. مثلا شما در مسجد الحرام نمیتونید درخت مکه رو بکنید یا چیزی افتاده از زمین بردارید. باقی قبرستان ها، بتخانه ها چرا حرام باشه؟ کی گفته اصلا اینا رو حرام کرده؟ خانه خدا رو ابراهیم حرام اعلام کرده، مسجد النبی رو حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. بقیه چی؟ و مسجد الاقصی رو همچنین حضرت ابراهیم. بقیه چی؟ بقیه همه مساجد یکی هستند. ولذا این مساجد احکام خاصی دارن. نماز در مسجد الاقصی 500 رکعته، نماز در مسجد النبی 1000 رکعته، نماز در مسجد الاقصی 100,000 رکعته. اما نماز در امام رضا 100,000 رکعته نه. هر کی گفته دروغ میگه. به چه دلیل؟ یا بقیه همه قبرهای رو زمین حکمشون مساویه. شما اولا بتخانه ها رو حرم نامیدن کار اشتباهیه. ثانیاً اینا بتخانه، شما شعائری که درش انجام میدید شرایط شرکی و بدعتیه و پیامبر این شعائر شما رو شعائر جاهلیت نامیده. سینه زنی رو، زنجیر زنی رو، سر و کله زدن رو. امام جعفر صادق که او صادق است و شماها کاذب میگوید که اگر کسی دست به پای ران خودش بزنه اعمالش همه حبط شده در غم غصه. و
استاد طباطبایی فکر کنم یا کسی دیگه اینا رو جمع کرده در نوشته عاشورای دین، عاشورای مذهب، تحلیل قرآنی تاریخی، همه این احادیث آورده. ببخشید اینجا نویسندش مشخص نیست، معلوم نیست کیه. من فکر کردم مال استاد طباطباییه ولی مشخص نیست. خیلی وقتی بهش مراجعه نکردم و مقصود این که آخوند روحانیت تشیع بتخانه ها رو که درست کرده که هر کدوم یه دکانیه، جنگ سیستانی مقتدا صدر بر سر این قبرها بود، هر کدوم این قبرهای بانکه. این بتخانه ها شوخی نیست که این همه جان فدایی میکنن برای شما، این همه وهابیت و غیر وهابیت راه انداختن، جنگ وهابیت و غیر وهابیت، برای که این بتخانه ها براشون مال داره. آقا وزیر اطلاعات ریشهری خدا لعنتش کنه، او را و امامش را و هم فکرانش را، بعد از اینکه از وزارت اطلاعات کنار رفت هم بهش چیکار کردن؟ قبر شاهزاده عبدالعظیم بهش دادن. یعنی این از وزارت خیلی براش بالاتره. بله. کجای قرآنه؟ گفت یه آیه داریم تو قرآن، آیهش اینه اعوذ بالله من الشیطان والبدن، بود هم مثل بدن، والبدن جعلناها من شعائر الله. قدیم که حاجی ها میرفتن مکه شترشون هم با خودشون میبردن عید قربو بکشن. الان هم بعضی ها میبرن، اگه هم نبرن همونجا میگیرن میکشن. اینو خدا گفته. شتر بوسن هرچی. خدا میگه شتری که به سمت مکه میره اینم شعائره. ببین این تحریف همینجاست، امام فریبی همینجاست، دجال بازی همینجاست. آقا به سمت مکه نره، یعنی از خود مکه هم بخرن. اینشا مهم اینه که شما یه شتر یا گوسفند بکشید. این به سمت رفتن چیه دیگه؟ الان ببین چطوری تحریفش خواهد کرد. من نشنیدمش تا حالا ولی مشخصه. هنوز حاجی مکه نرفته، هنوز شتر مکه نرفته، تو راه مکه میگه من شعائر اشاره. خب همین مکه‌ای که امام زمان شما میاد خرابش میکنه، همین مکه‌ای که دجال شما میاد 500 تا از اصحاب پیغمبر رو همونجا اعدام میکنه به زعم شما، همین مکه‌ای که امروز شما هیچ ملتی هیچ مذهبی اینقدر مکه اهانت نکرده که شیعیان ایران به این سرزمین مقدس اهانت کردند، خون ریختند، تظاهرات را انداختند، فتنه پا کردند، بدگویی کردند، نفرت پراکنی کردند. همین مکه. ولی زمان خامنه‌ای رو ابرهه زمان می نامم. اینجا هم طلا هنوز کربلا نرفته، هنوز ذره نشد ولی منصوبه به حضرت. این قیاسای مع الفارق، این قیاسای ابلیسی است. آقا شطور نرفته فلان نکرده، این چه رفتی به گنبد طلا داره؟ اینا میخواد بگه که یک حیوانی که نرفته جز شاعر خدا شده و این طلاهایی که میره در گنبد بارگاه ها شاعر خدا میشه. اعوذ بالله، یحرفون الکلم عن مواضعه. جهالت را ببینید، نادانی را ببینید. درباره علامه برقعی سوالی جالب از سوی آقای پلاحاتی. پلاحاتی انسان زیرکیه، سوالای خوبی میکنه. در اگه بشود گفت تاریخ اسلام شاید دومین نفر مشهوری باشن بعد از سید جمال‌الدین اسدآبادی که سید جمال‌الدین اسدآبادی زمان ناصرالدین شاه که ایشون در مصر همین اخوان المسلمین رو درست کرد. بله دیگه، شاگرد یا دوست نزدیک محمد عرده بود و اینا. نه ولی ربطی به اخوان المسلمین نداره. او قبل از اخوان بود، خیلی قبل از اون بود. اخوان المسلمین رو بعداً حسن بنا درست کرد. جمال‌الدین افغانی خیلی جلوتر بود. حتی حسن بنایی که اخوان المسلمین درست کرد
یعنی از شاگردان جمال الدین افغانی نیست، اما محمد عبدو شاگردان جمال الدین افغانیه. اما اگه بگه از دور هم فکرانشونه، بله میشه اینچونی حساب کرد. و از او هم مشهور است که ازش میپرسیدن که تو شیعه یا سنی هستی و میگه من مسلمانم. خب بله، جمال الدین افغانی همین حرف زد که من مسلمانم، لیکن و این اسم بهترین اسم بدون هیچ شکی، لیکن ما چه بخواهیم چه نخواهیم امروز در مقابل یک واقعیت بزرگ قرار داریم که اسلام متفرق شده، مثل مسیحیت، مثل یهودیت. انسان اگه شما بگیم مسلمانیم، هیچ مسلمانی اکتفا نمیکنه. خب چه مسلمانی؟ شیعه هستی، سنی هستی، اسماعیلی هستی، درزی هستید، همه میگن ما مسلمانیم. منهج شما چیست؟ روش شما چیست برای اسلامتون؟ اگه بر کتاب سنته، بله سواد اعظم مسلمانانی. اما اگه اسم خود تو اسلام مشخص کردی، اصلا نگفتی سنی ام، نگفتی شیعه ام، لیکن منهجت منهج کتاب سنته، فبه المراد، مقصد همینه. اما اگه گفتی من موحدم، من توحیدیم، من درزیای باطنی مذهب که از شیعیان خیلی باطنی ترن، مثل اسماعیلیان، اونا میگن ما موحدین، خودشون موحدین مینامن. پس به اسم نیست، به فهم و روشه، به منهجه. بله. پدر بزرگ شما قبل از انقلاب پیرو همین راه بود در واقع و نزدیک بود با اخوان المسلمین، با فدایان اسلام. اصلا با اخوان المسلمین نزدیک نبود، با فدایان اسلام مدتی نزدیک بود، مدتی. نزدیکیش نه در حزبی و گروهی بود، اندره که خودش انسان کنجکاوی بود، هرچی اسلامی بود میخواست کمکش کن در زمان شاه، از این باب. و الان در حزبی و سیاسی نبود، به دلیل اینکه اصلا اون راه ادامه نداد. اصلا دید که سیاست راهش به ترکستان میره، با عرض معذرت برادران ترک، و به بلوچستان میره آقا، تا یه ترک ناراحت نشه. و شروع کرد به اصلاح عقیدتی، اصلاح دینی. تو بعد از انقلاب چی؟ بعد از انقلاب میخوام در سیاست بعد از انقلاب چی؟ ایشون بعد از انقلاب، چون که مثل آیت الله طالقانی و مثل دکتر شریعتی، مخصوصا مثل آیت الله طالقانی، همیشه دیدگاه این داشتن که ما همه زندگیمون با شوراست. اگر ما میخوایم کاری رو بکنیم باید شورا تشکیل بدیم. ولایت فقیه و ولایت مطلقه و اینا همه رو رد میکردیشون. و راجب شورا ما در ایران میگیم شورا، ولی اصل کلمه شوراه. جالبه که نخل احمدی همین اصلاحش کرد، مثلا قبول نکرد در رنگاران. کلمه شوراه، شور و مشورت. بعد عرض به خدمت شما، ایشون راجع به شورا مقاله نوشت در اول انقلاب و شدیداً طرفدار شورا بود. راسته. و با همین دیدگاه وقتی که وارد انقلاب شدیم، ایشون میگفتش که این آخوندها چون آدمایی هستن که فقط به خودشون فکر میکنن، فقط به تاج و تخت خودشون فکر میکنن، از اینها چیزی قائد اسلام نخواهد شد. و من یادم جوون بودم، 20 سالم شاید بود، تو خیابونا میدویدم و تظاهرات و برو بیا و حتی تیر خوردم. من ایشون میگفت نرو پسرم نرو تو خیابونا، کشته میشی الکی. من این روزا رو دیدم و بارها من رو منع میکرد. و پس از این که من سال 60 زندان شدم، اومد ملاقات من، به من گفت من بهت خیلی گفتم ولی گوش نکردی. خب شما ببینید، لب من تنها میگفت که نباش هستم، به همه میگفتش که آقا این صورت ظاهر آخوندان رو نگاه نکنید. یعنی آقای برقی، یعنی پدر بزرگتون پشیمان بود در واقع از مواضع. تمام شد. کاش که بقیه کلیپ رو میشنیدیم خیلی خوب میشد. ایشون به این نتیجه رسیده بود که ملت ایرانو جز از راه فرهنگی و عقیدتی نمیشه درست کرد، از راه سیاست نمیشه درست کرد. نه ملت ایران، همه ملل مسلمانو.
آقای سلطان سلیم مراسم دستبوسی رهبر در حکومت فاشیستی مذهبی آخوندها. بله اینو که بارها دیدیم. اگه بیاد البته. آقا شاه در مقابلش رکوع میکردن، این آقا هم همچنین میبینید در مقابلش دستبوسی میکنن، در مقابل خامنه‌ای پاش سجده میکنن. این فرهنگ فرعونی است، فرهنگ طاغوتی است و بدتر از این فرهنگ طاغوتی اینه که تشیع اینو کانالیزه کرده، فتوا داده براش، برای که تشیع یک مذهب فرعونی است، امامت یک مذهب فرعونی است، وصایت اونچه که شیعه درست کرده، تصوف اندر سیاسی یک مذهب فرعونی است. هر کسی که انسان و تابع خودش بخواد یک فرعونه. نفس هر کس کمتر از فرعون نیست، لیک او را آن و ما را آن نیست. ببینید دنیا رو، قدر و خیانت رو با هم دستبوس خمینی بودن. به مجردی که این به قدرت رسید ایشونو زد کنار، ایشونو ترور کرد. هیچ کدوم از قدیمی ها پهلوش نیست. در صورتی که پیامبر خدا علیه السلام بلا تشبیه که نسبت خاک را با عالم پاک، حتی منافقان رو نمی کشت، حتی منافقان رو. چرا؟ برای که فرمود که مردم نگویند که محمد اصحابش را میکشد، یارانش را میکشد. ظاهرا ابن سلول رأس منافق ظاهرا با پیغمبره، ولی پسرش میخواد که اونو بکشه. میگه اگه قصد داری که کسی بکشدش بذار من خودم بکشمش. گفت نه، بلکه اکرامش میکنی. روش پیغمبر اینه. روش دجالان و فاشیست ها همینه که شما اینجا میبینید. و از اسلام از تشیع دین فاشیستی درست کردن، از تصوف دین فاشیستی درست کردن. این آقای محتشمی که شما دیدید، این آقای محتشمی رو من یه خاطره است خدمتتون عرض کنم. وقتی در سوریه بودم، خب من سابقا در عربستان زندانی شدم به خاطر فعالیت دینی سیاسی هم و تا حدی هم هوادار این رژیم بودم. تا اون موقع عمرم حدود 22 سالی حدودا بود فکر کنم. و بعد از اونجا اخراج شدم. اولین نفری که از اونجا تبعید شد، بعدا همه دانشجویان ایران رو یا بیرون کردن یا دیگه قبول نکردن. تا سالها گذشت دوباره شروع شد. من رفتم سوریه بر درس خوندن. ویزای سوریه که گرفتم، گفت چند روز میخواهید؟ گفتم 2-3 روز. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من میخوام برم مصر درس بخونم. دوستم عبدالرحمن بزرگزاده که خدا رحمتش کنه، فرزند مولانا عبدالستار بود که این رژیم بهش خیلی ظلم کرد، زندانیش کرد، خدا رحمتش کنه. ایشون خود عبدالرحمن مدتی چپی بود، بعدا دوباره به اسلام اومد دانشگاه مدینه و بعد اونجا ویل کرد، برگشت. متاسفانه ایشون تعجب میکرد. گفت من اگه جای شما بودم دیگه اصلا درس نمیخوندم. گفتم نه،
من عاشق درسم. خب به جای اینکه برم ازهر رفتم سوریه. اون موقع سفارت مصر نبود در عربستان، در کشور خلیج نبود، فقط در سوریه. من به خاطر اینکه ویزای سوریه برام آسان بود گرفتم که برم اونجا، ویزای مصر رو بگیرم برم. اونجا که رفتم دانشگاه رو نگاه کردم، دکتر بوطی رو میشناختم، کتاباش رو خونده بودم، بعضی از کتاباش الا مذهبی اخطر بدعه تهدد الشریعه الاسلامیه، این کتابو خوندم. بعدها خودم از هر کسی بیشتر ضد این کتاب شدم و باش مشورت کردم، با دکتر سلقینی مشورت کردم، با علمای اونجا مشورت کردم، گفتن نه نرو همینجا بمون، این دانشکده ما از هر قوی تره. رفتم کتاباش نگاه کردم، ای بابا چه عجب کتاباییه. اصلا با اون موقعی که من بودم با دانشگاه اسلامی از نظر فقهی و اصولی قابل مقایسه نیست، خیلی قوی تره. از نظر عقیده دانشگاه اسلامی قوی تره. این حرف مال 40 سال پیشه. خلاصه موندم یه جوان 22 ساله خرج از کجا بیاره؟ یه هتل ارزان 5 لیره پیدا کردم، نشستم. خلاصه کلام این که وزارت تعلیم عالی سوریه یه نامه میخواست از سفارت که من پاسپورتم اون موقع ایرانی بود، به عنوان یک ایرانی تقاضای قبولی بکنم. این چیز عادی بود، نامه. بعداً من اصلا تقاضای منحه کردم، گفتم دار سفارت تقاضا کنه. سفارت تقاضا نکرد، با وجودی که برای شیعیان تقاضا رو میکرد، مشکلی نبود. من برای این عصبانی شدم. برای سال اول انقلاب بود، آزادی بود تقریبا، اول دوم این حدودا. گفتم که آقای محتشمی، شما و امثال شما که رو این کرسی ها نشستید، البته با عصبانیت نشستید، برکت فعالیت های ما هاست، امثال ما هاست. خلاصه ولش کردم رفتم. زمان گذشت، چند سالی گذشت، ایشونو در مدینه دیدم، ازش سوال کردم. این مدت منو نمیشناسه. ازش سوال کردم، گفتم که اوضاع اهل سنت در ایران چطوره؟ با لباس آخوندیش بود. گفت خیلی خوبه، فلانه، بله. گفتم شما چرا دروغ میگید؟ دروغ عیب نیست؟ پسرم منتصر با منه، نشسته پهلو. توف کردم تو صورتش، گفتم به صورت محتشمی، گفتم عیب نیست که دروغ میگی؟ اینجا تو حرم نبوی دروغ میگید؟ اوضاع اهل سنت در ایران خوبه؟ بعد شروع کردم حرف زدم. این دست باچه شد. با همینجوری ها. روز بعدش میبینم لباس آخوندیش کنده، همینجا با لباس عربی اومده. و اینا تازه معتدلانشونند. تندروانش چی؟ بله. ولذا از این قوم چلاییکش از سیاست مدار نباید اطمینان داشت. حق جز با قدرت گرفته نمیشه. این که انسان خودشو به این و اون بچسبونه که ما به جایی برسیم حرفه. آقای مولوی عبدالحمید، این خمینی و امثال خمینی نباید الگوی شما بشند. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد.
این آقا معتدلشه، آقای رئیس جمهور اصلاحات آقای خاتمی، همیشون بوده که به قول معاونش که مسئله شهادت فاطمه رو مطرح کرده، به دروغ، یه دروغی رو رسمی کرده. انظر دینی اصلاحگرایان و اصولگرایان هیچ تفاوتی ندارن، همچنان که حزب کارگر و حزب محافظه‌کار اسرائیل نسبت به اعراب تفاوت چندانی ندارن، فقط تاکتیکشون فرق میکنه. و هکذا حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه امریکا نسبت به مسلمانان تاکتیکشون فرق میکنه، سیاست کلی یکیه. بله، فرعونیت کامل. خداوند انتقام ملت ایران رو ازش بگیره، انتقام مسلمان رو ازش بگیره. دست پا بوسیدن ملعون آخوند روزخان خامنه‌ای. بله، وقتی امامش او باشه امامش او باشه دیگه باید جلوتر بره ازش. همین آقایی که پاشو میبوسه، این آقا کسی است که ولایت فقیه اصلا رد میکرده، میخواد جبران کنه. شرح در الفاظ این آخوند مردخار وقیح یعنی چی؟ چیزای جدید اینا نیست، اینا بروز واقعیت ها که اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو نشان میده. این حالت اینجوریست. اینی که مثلا فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همینطور نگه داره و فشار بده تا اون جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده. چند تا پلیس دیگه هم وایسن. عیب دیگران رو میبینید، عیب خودتون نه؟ مو در کف دیگران پیدا میکنید، خار در چشم خود نمیبینید؟ تماشا کنن اون که اونجا، اینم که وضع اداره مردم، اینم برخورد با مردم، زبانشون هم درازه، مردم رو میکشن و با جنایت واضح و آشکار خودشون رو نشان میدن و عذرخواهی هم نمی کنن. در این حال زبانشون هم درازه، میگن گذشته. بله، خداوند حق اینها را شما بگیرد. حمله ناموفق به آخوند امام جمعه اصفهان و دستگیری جوانی که حمله کرد. اتفاق نیفتاد، یه جوانی بود داره یه مشکلی حتما داشت، یه دفعه حمله کرد و خود کاری هم انجام نتونست بده، ضربه‌ای به گردن ما خوردم و بعد گرفتنش. حالا دیگه چه انگیزه‌ای داشته دیگه باید بررسی بکنم نه چه انگیزه. بله،
فردا سالگرد مرگ خمینی است. آقای یوسف، خب همه نفرینش کنید و خداوند انتقام ملت را از او بگیرد و از همفکران و رهروانش. دین را از علما یاد بگیرید تا اسلام را درست بفهمیم. شیخ صالح فوزان، بعد از علمای راستین، از علمایی که به کتاب سنت مردم رو رهنمون میشند، نه علمایی که مردم رو قبر پرست میکنند. علمای راستین وارث انبیا هستند، علمای دروغین وارث شیطان هستند و امام تراشی بزرگترین وراثت شیطانه. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل. انتبهوا لهذا. هذا الدين الصحيح، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ يقول قال الرسول يقول كذا وفلان يقول كذا، وفلان رجل وداعية وعالم وعليه من الأبهات لكنه ضال والعياذ بالله، ما له قيمة له عند الله. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر على دينك وعلى قول الحق. بله. هر چقدر بیشتر به کتاب و سنت چنگ بزنید، در میان مردم مظلومتر و غریبتر میشید. و الا معقوله در میان مذاهب اربعه بگن فلانی وهابیه؟ به خاطر چی؟ به خاطر دنیا، دستبوسی، طریق بازی، دکانداری. آقای شکری از شهریار، همدستی برای دزدی، ماجرای تامین کسری بودجه از طریق جریمه کردن مردم. علتش چیه این کارا رو میکنن؟ علتش این مذهبه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خودشون را، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی، خودشون را ولی و سرپرست مطلق مردم میدونن. یعنی جان و مال مردم در اختیارشونه. توجه میفرمایید؟ و هیچ حساب که نماینده مردم هم نیستن، برای که مشروعیتشون از مردم نمیگیرن. یه بازی انجام دادن، بهش اعتقاد ندارن، مشروعیتشون از چاه سرداب میگیرن، از اون لول خورخوره‌ای که به نام امام زمان انداختنش که هرگز وجود نداشته. در بودجه 1401 درآمد دولت از مجازات نقدی غذایی 32,000 میلیارد تومان پیش بینی شده. یعنی رژیم حساب کرده که به طور متوسط هر ایرانی را 400,000 تومان جریمه کند و به این شکل از غذایی کسب درآمد کند. وزارت دادگستری 5200 میلیارد تومان از وجوه بازگشتی و جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی، خدمات غذایی و غیره. سازمان تعزیرات 10 میلیارد تومان. به این فهرست دانشگاه علوم غذایی، سازمان غذایی نیروهای مسلح، دادستانی ویژه روحانیت، قوه قضاییه، شورای حل اختلاف، سازمان زندانها، پزشکی قانونی و ثبت اسناد را نیز اضافه کنید. تمامی این ارگان‌ها و سازمان‌ها مأمورند تا با اخاذی از مردم مبلغ مورد نظر در بودجه را تأمین کنند. به این مبلغ رشوه‌های مهره‌های فاسد و اختلاس‌ها و رانت‌ها را نیز باید افزود و آنگاه خواهید دید که چه چپاولی در این دستگاه به اصطلاح قضا برنامه ریزی شده. این تازه امام زمان ظهور نکرده قضا اینجوری. امام زمان ظهور کنه این قضا بی قضا روی قضای خامنه‌ای رو سفید میکنه امام زمان، برکه با تورات حکومت میکنه، نه مثل رفقای صهیونیستش. لطفاً پخش کنید. آقای شکری شما ننوشتید که چی هست که پخش کنن، لطفاً توضیح بدهید. بهترین تحلیلی که در این چند روز از اوضاع مملکت دیدم از دهن یه هموطن چوپانمون بوده.
ببینید با حکایت تفرقه بندازه حکومت کن چه خفت و خاری به ما ایرانی‌ها دارن میدن. زمانی که دکل نفتی گم میشه هیچ ایرانی اعتراض نمیکنه. زمانی که بزرگترین معدن طلای دنیا، بزرگترین معادن مس، اورانیوم روی داره استخراج میشه و هیچ کجای بودجه مملکت اسم اینا نمیاد و مشخص نیست پولش تو جیب کدوم آقا و آقازاده میره، هیچ کس اعتراض نمیکنه. زمانی که میلیاردها دلار نفت ایران چه با لنز چه با لوله داره استخراج میشه و میره از ایران بیرون و مشخص نیست کجا داره میره، پولش کجا تو جیب کی داره میره، هیچ کس اعتراض نمیکنه. زمانی که تمام بازار دنیا رو به روی ما بستن و از اون طرف آشغال ترین ماشینای دنیا، آشغال ترین اجناس خودشون رو به ما غالب میکنن و ما رو مجبور میکنن به خریدش، حسابش بکن هیچ ایرانی اعتراض نمیکنه. ببینید شما تفرقه چیکار کرده. بعد راننده برای خودش داره اعتراض میکنه، 4 روز اعتراض میکنه، سریع ساکتش میکنن، میره خونش، آقا برو خونت. پرستار برای خودش اعتراض میکنه، آقا 4 روز اعتراض میکنه توی خیابون، ساکتش میکنن، برو خونت. معلم همینجور، کارمند همینجور. الان بنیاد شهید مثلا خانواده‌های شهدا بلند شدن، خانواده قوه قضاییه بلند شدن، ولی من میترسم فردا آخونده هم بلند شن بگن ما هم اعتراض داریم. و اینکه با این اعتراضاتشون و با این سیاستشون همه ما رو مثل دونه‌های زنجیر از هم جدا کردن. البته زنجیر به هم پیوسته است، ما رو مثل دونه‌های زنجیریم که به هیچ عنوان نمیذارن به هم جوش بخوریم و پیوند بخوریم. همیشه از هم باید جدا باشیم تا اونا راحت بتونن حکومت کنن. و این سرنوشت شومیه که برای ما رقم زدن و باید یه فکری به حالش بکنیم. اعتراضاتمون باید با هم باشه. ما نمیگیم درگیر بشیم، ما نمیگیم مثلا شهر رو به هم بریزیم، ولی وقتی چیزی رو می‌بینیم، وقتی اعتراض داریم حداقل پشت همون داشته باشیم. نه اینکه وقتی بازاری بلند میشه کامیوندار تو خونه‌اش باشه، کامیوندار بلند میشه بازاری تو خونه‌اش باشه، معلم بلند میشه دکتر پرستار تو خونه‌اش باشه. خب به هر کدوممون باید ارق ملی داشته باشیم، باید دلمون به حال هموطنمون بسوزه، باید خواسته هامون خواسته های ملی بشه و تا زمانی که ما خواسته هامون خواسته های ملی نشه، همین آش و همین کاسه. الانم که خیلی راحت دارن سرمون کلا میذارن با این حمله سایبری که مثلا اسرائیل به کارتای سوخت مردم کرده. نه داداش، کارتای سوخت مردم، اسرائیل هیچ وقت نمیره کارت سوخت مردم حمله کنه. اگر سیاست گیرون کردنشه، اگر سیاست اینه که مثلا مردم قانع بشن به گیرون شدن تا نبودن بنزین، اگر هر سیاستی دارین روک به مردم بگین، مردم که زیر بار همه جور خفت و خالی رفتن، زیر بار این یکم میرن. ولی نه اینجوری مردم احمق فرض کنید. هر وقت درک و شعور 30% جامعهمون به اندازه این هموطن چوپانمون رسید، اون روز آخون دیگه جایی تو این کشور نخواهد داشت. سلام، آقای محمد بلوچ. امشب یه پیامی اومده بود در یکی از گروه های سیستان بلوچستان، داشتن میگفتن امشب جمعه است، یعنی دیشب قصدونه و بهترین فرصت برای خواندن فاتحه برای مرده هاست. آقا مرده برای مرده دعا میکنن، فاتحه برای زندگانه، قرآن برای زندگانه، برای مردگان نیست. اما برای مرده پیامبر یک بار فاتحه بر مرده نخونده، اصحابش یک بار فاتحه نخوندن. قرآن کتاب زندگی است. اما اندر فقهی یه مسئله کوچیکی رخ داده بین فقها. بعضیا میگن بله، اگه شما چون قرآن خوندید داره ثوابید، میتونید این ثوابو به اون مرده هدیه کنید. بله، تا این حد. لیکن بهتر از این دعا کردن بر مردگانه که طبق سنت پیغمبره و این دعا کردن بر مردگان واجبه براتون، بخصوص بر پدر مادر، چه در نماز چه در غیر نماز، حتی بین تشهدین. یکی از حقوق مردگان از والدین و بقیه امور مسلمانان بر زندگان اینه که براشون دعای خیر بکنن.
میگفتم که برای مردن، برای فاتحه خوندن برای مرده جایز، اما حرف منو قبول نکردن. از من دلیل میخواستن. دلیل همینه که پیامبر نخونده. من هم به کلیپ از شیخ صالح فوزان درباره من خواندن فاتحه برای مرده فرستادم، اما بازم حرف منو قبول نکردن. میگفت مولوی عمر فتوا داده که گفته خواندن قرآن برای فاتحه مرده جایزه. آیا درست است؟ نه، درست نیست. اندر علمی تفاوت بین شیخ صالح فوزان و بین مولانا محمد عمر که خداوند شهادتشو بپذیره بسیار زیاده. دقت میکنید؟ و مهمتر از این منهج و روش برداشت از قرآن و سنت در بین سلفیه، در بین کسانی که امروز اونها را وهابی میگونند، از روش مقلدین بسیار بسیار بهتره. لیکن اینجا این اشکال در تقلید نیست. این مسائل بیشتر به تصوف باز میگرده تا به مذهب. در دولت‌های کرزی و غنی به قدری فساد مالی و اداری بود که فقط یک قلمش روزانه $2 میلیون از گمرکات افغانستان اختلاس و حیف میل میشد. پس امریکا برای چی آوردشون؟ امریکا مش دزد رو بر افغانستان و عراق مسلط کرده تا بدوزه. الحمدلله که دیگه در قدرت نیستن. و یکی از علت آمدن اسلامی ها در دنیای اسلام اینه، نیامدنشون که امریکا نمیذاره. بر همه کشورهای عربی و غیر عربی فشار میاره که اسلام سنی نه، برکه میدونن اینها عموما صادقن. دیروز مثالی میخواستم عرض کنم، شاید از ذهنم پرید. صدام حسین رو که خدا رحمتش کنه وقتی که دولتشو ساقط کردن، چقدر از علمای شیعه بودن؟ سیستانی رشوه‌خوار $200 میلیون رشوه گرفت. واو، روحانیت دجال تشیع از ایران و غیر ایران، اینا رو شما میدونید. آیا یک عالم سنی رو شما دیدی در صف امریکا وایستاده باشه؟ با توپتانکای امریکا آمده باشه؟ اگر هیچ دلیلی بر امالت و نوکری و مزدوری روحانیت تشیع در ایران و در عراق جز این نباشه کافیه. در طول تاریخ روششون همینه. لیکن عوام فریبند. همین بی‌حیایان امروز میگن که ما امریکا رو بیرون کردیم، ما بیرونش میکنیم. تکمله کلیپ فرستادید آقای هدایت شده هیئتی، خدا خیرتون بده. ایشون میگفت نرو پسرم نرو تو خیابونا، کشته میشی الکی. من این روزا رو دیدم و بارها منو منع میکرد. و پس از این که من سال 60 زندان شدم، اومد ملاقات من، به من گفت من بهت خیلی گفتم ولی گوش نکردی. خب شما بگید نه به من تنها میگفت که نباش هستم، به همه میگفتش که آقا این صورت ظاهر آخوندان رو نگاه نکنید. یعنی آقای برقی، یعنی پدر بزرگتون پشیمان بود در واقع از مواضع و عملی که داشت. مثلا یکی از سخنرانای مجلس فیضیه بود در سال 42. آیا پشیمان بود از اون مواضعی که داشته؟ چون اون مسیر به سمت همین جایی میرفت که دیدیم امروز میبینید. بله، ایشون پشیمان بود که گفتش که ما اصلا در پرتگاه بودیم تا زمانی که با قرآن آشنا نشدیم. با این مش احادیث، با مثلا کافی کلینی یا مثلا با مجلسی، با این مش خرافات زندگی میکردیم و به همین شیوه میرفتیم. روزای جمعه شنبه مارنزون، روزای عاشورا تا صبح مردم میگریاندیم و یه مبلغی رو میگرفتیم میبریم سر خونه زندگی. فکر میکنم 40 ساله 45 ساله این بودن که اول بار مطرح کردن که مذهب شیعه خرافات زیادی دارد. حدود سال 48 ایشون دیگه کم کم بیدار شدن و مخصوصا آقای استاد طباطبایی خیلی با ایشون همراهی کردن. و جالب اینجاست، این نقطه را بدونید، خیلی نقطه جالبیه. دوستان کتاب سوانح رو بخونید.
کتاب سوانح ایام تاریخ فلسفه دینی و اجتماعی در ایران در قرن 20 به نظر من در دنیای عرب همیشه این حرف رو میزنم و هر وقت که شخصیت مهمی رو میخوام ببینم کتاب برقعی رو بهش هدیه میدم. این سخنی رو میخواستم بگم یادم رفت، سخن مهمی بود. و همراه هم به واقعیت های بیشتری رسیدن. آها، در سال 48 من حدود 53 با ایشون آشنا شدم به وسیله استاد بهمن شکوری که رحمت خدا بر او باد. خاطره یادم اومد. ایشون میگفت که من شنیدم که آقا مصطفی سنی شده. ببینید انسان وقتی صادق باشه، امروز در تشیع و در ایران صدق مثل مومیاست، نادره. اگر انسان صادق باشه، در کفرش هم صادق باشه، خداوند به جایی میرساندش، میاردش به سوی اسلام. چرا همیشه بنده این حدیث تکرار میکنم که یکی از علامت های قیامت این است که امور هر گروهی به دست مرافقان اون گروه باشه. برقعی کسی بود که در زمان تشیع خودش کتاب بر علیه کسروی بینوشت، هم زباندان، هم داره قلم، هم سخنور. مثل خمینی نبود که با حجی مجیلا کرجی حرف بزنه، فارسیش ترجمه بخواد. گفت من شنیدم آقا مصطفی سنی شده. چرا سنی شده این؟ رفتم سراغش، دیدم که این آقا مصطفی منو سنی کرد. به اصطلاح خود شوخی میکرد، یعنی شد غلامی که آبجو آرد، آبجو آمد و غلام ببرد. بنده وقتی این موحدان ایران رو میبینم یاد این حدیث نبوی میافتم: لو کان الایمان بالثریا لوجدوا رجال من هؤلاء. این روحیه تحقیق نشون میده. اگر ایمان در آسمان باشه، اشاره کرد به سلمان فارسی، که گروهی از قوم این شخص بهش خواهند رسید. بدون شک اولینش شاید حضرت امام ابو حنیفه باشه و علمای صدر اسلام، بهترین مصداقش. شما میدونید که بارها عرض کردم مهمترین کتب حدیثی رو و حتی بعضا تفسیر رو ایرانیان نوشتن، ایرانیان اهل سنت، نسبت ایران اون روز. البته وقتی میگیم ایران اون روز فرق میکنه با ایران پیچی شده امروز. و این ادامه داره. یعنی اگر امروز آقای برقعی، آقای طباطبایی، آقای قلمداران، آقای شریعت سنگلجی و حتی حدی آقای کسروی تا حدی آقای شریعتی اگر مصداق این سخن نباشند پس کیست؟ اما اگر دنبال معصومید، معصوم در دنیا وجود نداره. ولذا حضرت امام مالک میفرمود: ما منا احد الا رد و رد علیه الا صاحب هذا القبر. هیچ کسی نیست که انتقاد کرده دیگران ازش انتقاد کردن جز صاحب این قبر، از مسلمانان. یعنی کسی معصوم نیست. هر کسی اشتباه داره، هر کسی اشتباه. مهم اینه که عقیدهش درست باشه، در چارچوب کتاب و سنت باشه. دست شما درد نکنه. آقای علی لور 25 ساله، جوان. من یک انتقاد از شما دارم.
چرا از صدامی که نیروهایش در سال 1988 در جنگ انفال بسیاری از کردها را کشت و حتی در حلبچه حمله شیمیایی انجام داد را خدا رحمتش کن میگویید؟ برای که مسلمانه. آقا برای طالقانی یک شیعه، من میگم خدا رحمتش کنه. بازرگان یک شیعه، من میگم خدا رحمتش کنه. حق مسلمان بر مسلمان اینه، اونم شخصی رو که در وقت مرگ شهادتین بر زبانشه، سالها آرزو میکنن که چنین بمیرن. این یک. وقتی که جنگ شروع شد من در عربستان بودم، از عربستان پاش شدم، داشتم درس میخونم، رفتم ایران که برم جبهه. رفتم ایران دیدم اینا هنوز با هم دیگه اختلاف دارن که به ما مسجد بدن یا ندن و مسجد هم نمیدن. گفتم چرا انسان اینقدر احمق باشه که جانشو فدا کنه در راه مذهبی که اینجوری فکر میکنه؟ همون موقع همینایی که امروز میگن که خامنه‌ای رهبر است، آقای مولوی عبدالحمید مردم ها به جبهه میفرستاد. یه روزی خطبه خوند، روزایی که مولانا عبدالعزیز مریض بود خدا رحمتش کنه. گفت که امروز خطبه چطور بود؟ گفتم که برای جهنم رفتن مولانا عبدالحمید همین خطبه امروز کافیه. شروع خندیدن. ایشون شوخ مزاج بود، خیلی شوخ مزاج بود، با هیبتی که داشت، با قدرت ایمانی که داشت. و گفت چرا؟ گفتم مردم میفرسته به جبهه به کشتن. من میدونم خودش اعتقاد نداره، درنگی میکنه و تازه رژیم هم میدونه. و ولی بنده وقتی این حرف دیدم که اینها حقوقی را که در قانون اساسی نوشتن به ما نمیدن، دیگه شروع کردم عقب نشینی کردن، اندک اندک، تا جایی که امروز میبینید. و اما راجع به جنگ، بنده بعد از جنگ، بعد از تحقیق به عنوان یک ایرانی به این نتیجه رسیدم که بنیانگذار اصلی این جنگ خمینی بود، نه صدام. بلکه صدام بزرگترین اشتباهی کرد، اشتباهی که ناچار هم بود، اینه که این جنگ رو شروع کرد، بلکه خمینی به این جنگ نیاز داشت. اون روزها من دقیقا یادمه، اصلا با تبلیغاتی خمینی کرده بود که روحانیت حکومت نمیکنه، من حکومت نمیکنم. 50 سال شاه و پدر شاه حکومت کردن، اصلا حکومت آخوند مورد تصورم نبود. حتی حکومت حتی اگر رئیس جمهور مثلا آقای طالقانی میشد. ورسه این دجال چیکار کرد؟ بازرگان آورد، بعد بنی صدر آورد. این دجال به تمام معنا بود. خب البته این حرفی که من میزنم ایجاد کننده این جنگ خمینی بود. بعدها که الان حتی آقای یزدی هم همین حرف میزنه که ایران بود، رژیم آخوندی بود که در عراق اضطراب ایجاد میکرد، شورش ایجاد میکرد. خب شما هر روز در کشورت میبینید که ترور چیکار میکنید؟ داره میفتید. شما یا صدام باشید چیکار میکنید؟ موضع میگیرید. لیکن صدام اگر عالم دور برش می بود، متفکر دور برش می بود، چون صدام موقع بعثی بود، یک بعثی دو آتشه، بعدا صدام تغییر کرد و بخواد دوباره یاد کسی که در کفرش صادق باشه خداوند به اسلام میرساندش. چند لحظه قبل عرض کردم. و صدام حتی در محاکماتش میگفت که حلبچه ایران انجام داده، من انجام ندادم. اگر این حرف دلالت و راستیش نباشه، رامسفیلدی که خودش مواد شیمیایی به ایران داده چرا نذاشت که صدام به خاطر حلبچه محاکمه بشه؟ بلکه راز امریکا کشف میشد، تعاون امریکا، رسوایی ایران و امریکا دوباره یه رسوایی دیگه کشف میشد. دقت میکنی؟ ولی یعنی چی؟ یک نکبت رخ داده، یک
مصیبت بزرگ رخ داده، یه ملت داره کشته میشه، این رو رها میکنی به خاطر چند نفر داره صدام حاکم میکنی در یه قریه کشته شدن و بیای حلبچه رو بیاری جلو. ولذا تا آخر روزها صدام میگفت که این حمله شیمیایی از ایران بوده، از ما نبوده. در این مورد شاید در مورد انقلاب کتاب دکتر موسی موسوی انقلاب نافرجام الثورة البائسه بهترین کتابه، اینو بخونید. اما من بارها عرض کردم صدام اولا ناچار بود بر این جنگ، لیکن بزرگترین هدیه‌ای که به خمینی داد ناخواسته همین جنگ بود، برای که با این جنگ بود که روشنفکران مذهبی ایران بخصوص آقای بنی صدر که خدا رحمتش کنه که نزدیک بود از کنفرانس اسلامی 50 میلیارد دلار خسارت قبول کنه و این جنگ متوقف بشه و اونا پذیرفته بودن. لیکن این معممان خبیث میگفتن که اگه خوزستان بره ضررش کمتر از اینه که صدام که بنی صدر پیروز بشه. بله. و لذا چون بانی این جنگو من اون نمیدونم، بانی حقیقی رو، بانی حقیقی این جنگو باطنیه خبیثی به نام خمینی میدونم. علتش اینه ورزا تعصب قومی رو بر حقایق ترجیح ندهید. مگر هر کس اهل سنت باشه بدون در گرفتن اعمالش میشه او رو تایید کرد؟ نه، اینجوری من نگاه نمیکنم. اگر اینجوری نگاه میکردم بنده در یک کشور سنی زندانی و تبعید نمیشدم به خاطر این رژیم خبیث. شما بنده را نمیشناسید. لیکن اون چی که الان من میگم بعد از تحقیق 40-50 ساله من قضایا رو سیاسی نگاه نمی کنم. عذرخواهی خمینی از خدا و مردم به دلیل اینکه آنطوری که باید نکشته و سرکوب نکرده. بله، یه همچین آدم خونخواری رو. لیکن این مسئله یادتون باشه یکی از عناصر ساواک چند سال پیش در تلویزیون، الان اسمش یادم نیست، گفت که از شاه خواسته بودند، این جمله خیلی مهمه، از شاه خواسته بودند که با صدام بجنگه. شاه قبول نکرده بود. چرا با صدام بجنگه؟ برای اینکه در اوهام توراتی اسرائیل اینه که از عراق کسی پا میشه اونو به ایران میکنه، همچون که صلاح الدین ایوبی از رحمت الله تعالی علیه از عراق برخاست. شاه گفته بود که من ملتمو بر صلح عادت دادم نه بر جنگ. و شاه هم از پدرش عبرت گرفته بود، از ماجرای پدرش. وقتی که اینو قبول نکرد، طبعا بنابراین موضوعات دیگری، یکی از علت‌ها اینه هیچ انقلابی یک علت و دو علت و سه علت نمیتونه داشته باشه. حوادث علل مختلف داره. اومدن بعدم شاه میخواست قدرت منطقه بشه و داشت میشد ششمین در این منطقه اسلامی قدرت بزرگ جز اسرائیل خونخوار سگ پاسبان امریکا به قول بنی صدر کسی دیگه حق نداره. صدام شده بود قدرت باید از بین بره، همچون شاه شده بود قدرت باید از بین بره. و جالب اینه که شاه بعد از افتادنش به صدام پیام داده که بعد از من نوبت شماست. بهترین وسیله برای این کار که بود تشیع و خمینی. تشیع اندر عقیدتی، اندر ادبیات، اندر کراهت پراکنی. اینجا که میگم تشیع یعنی روحانیت، باندهای روحانیت و احزاب پیروشون که لعنتشون بر همشون باد، از سیستانی تا خمینی، از خمینی تا کلینی. اینا از فراماسور خطرناکترن. منافق از کافر خطرناکتره. این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. و حتی اهل علم میگن که اینا از منافق هم بدترن. چرا؟ چون منافق اون چیزا که در داخل خودش با پنهان میکنه نمیگه حقه. اینا میگن نه، اون چیزی که ما پنهان میکنیم حقه، پنهانش میکنیم. یعنی از خمینی تا کلینی
از ابن سلول و امثال ابن سلول که در صدر اسلام بودند که منافق بودند 1000 برابر بدترند. کاش که بیاد روزی ملت ما این حرفا رو متوجه بشه. بله. من اگه تعصب سنی می داشتم به این معنی که شما میگویید از یک کشور سنی زندانی تبعید نمیشدم، با وجود بهترین جا درس میخوندم، بهترین دانشجو بودم، بهترین امکانات اونجا بود که برم در به در بشم. لیکن خدا را ببین چطوری توفیق داد. درس خوندم، به جای یک بورس 2 تا بورس نصیبم شد، چیزی که اصلا تصورشو نمی‌کردم. نه سوریه، از غیر سوریه. و خدا را شکر، یعنی درسته که سختی کشیدم، سختی زیادی کشیدم در این راه. الانم که اینجا نشستم شما سختی ها و رنج های بنده رو نمیتونید. فکر نکنید که همینجوری بنده نشستم تو میز و پشت میز و پشت کامپیوتر با خون دل این حرفا رو به شما میرسونم. و خدا کنه قبول کنه از گناهان ما درگذره. این همه اینایی که دوستانی که من دشمن شدن بسیارشون نزدیکترین دوستان من بودن، هم کوچه های من، هم فکران من، بعضیاشون تو درسان می نشستن. و در این مورد من زیاد باز نمی کنم، بلکه اعتراض سوء استفاده نکنه بیشتر از این. بله، عذرخواهی خمینی رو بشنویم. بله، میدانم که باعث جنگ خمینی و اگر نه محمد رضا شاه با عربستان سعودی رابطه خیلی خوبی داشت. نه، محمد رضا شاه از این مورد قابل مقایسه با خمینی نبود. محمد رضا شاه با همه دنیا روابط خوب داشت، یک سیاستمدار جهانی بود. شما با پاسپورت ایرانی به همه دنیا میرفتی بدون ویزا. ایرانی محترم بود، انظر دنیوی میخواست ایران بشه مثل فرانسه، بشه مثل اروپا. ولی خب این برای ایران و برای غیر ایران در منطقه که اسرائیل رو کاشتن ممنوعه. خب اون موقع شاه این حرفو شاید متوجه نمیشد، نمیفهمیدش. ولی مهمترین ضعف شاه این نیست. مهمترین ضعف شاه اینه که نمیتونست جامعه خودشو چطوری اصلاح کنه. فکر میکرد که با اصلاح اقتصاد همه چی درست میشه. اینطوری نیست. با غرب زدگی که الان این لایکایی که بیرون جمع کردن درست مثل افغانستان دوباره همینا رو بخوان برای ایران مسلط کنن، با این کار درست نمیشه. با این کار دوباره همین آخوندا مردم فراموششون میکنن، یه مش دوز وقتی مسلط بشه درست مثل افغانستان. چرا طالبان پیروز شدن؟ اگه غنی و کرزایی و بقیه دوز نمی بودن، کارشون درست می بود، شما طالبان رو زدید. هر کسی عدالت دوست داره، لیکن امریکا عدالت خواه میخواد، دوست میخواد. و حتی قدرت‌های اروپایی دوست داشتند که شاه و صدام برود تا خمینی منطقه را با آشوب بکشه. نه که منطقه خمینی رو از چاه به ماه آوردن برای که افکار خمینی و افکار سیاسی تشیع را 500 ساله که میدوننش. آقا از 500 سال پیش برادران چیلی اسلحه میدادن به دولت صفوی بر علیه دولت عثمانی، برای که اونا میدونن، به خوبی میدونن که حاملان راستین اسلام اهل سنت و جماعتند. تشیع یک وجب خاک در تاریخ ننگین خودش فتح نکرده. عذر میخوام از عموم شیعیان، همه جنگش با اسلام بوده و دریای خونی که تشیع از اهل سنت از عموم مسلمانان ریخته قابل مقایسه با خونی که یهود و نصارا ریختن نیستش. البته این هم تشیع هم خوارج اندر فکری و سیاسی مهارشون دست بیگانگانه. اگه زندانهای مالکی و بشار و سیاست CIA و اطلاعات ایران و ساواک سوریه و عراق نمی بود، چیزی به نام داعش وجود نمی داشت. بلندش کردن، بس زدنش.
اما خمینی رو چرا نمیزنن؟ این رژیم رو چرا نمیزنن؟ منطقه رو با یک مثل جهنم با آتش کشیده، برای که همین جهنم رو لازم دارن. هنوز امریکا حوثی ها رو تروریست نمیدونه. اگه سیاست امریکا نبود حوثی ها نمیدونن تو ایران، تو یمن. اگر سیاست امریکا نبود ایران و تشیع این همه در منطقه پیشرفت نمیکرد. همش سیاست امریکاست. لیکن با جنگ زرگری در جوانی ما 20 سال 15 ساله بودیم این حرفا رو نمیفهمیدیم. دقت میکنی؟ برای که رسانه ها امروز نقش دجال رو بازی میکنن در شوی مغزی. و خیلی قدرت اروپا دوست داشتن شاه برام بره و متاسفانه الان من جوان میبینم نظام آخوندی یمن و عراق را به هم ریخته و سوریه را به خاک خون کشید. آفرین بر شما، همین که اینو فهمیدید کافیه. لیکن باز راه حل در چیست؟ در جنگ‌های سیاسی است؟ نه، راه حل در اصلاح عقیدتی است. عقیده که اصلاح بشه، عقیده اصلاح بشه، عمل اصلاح میشه. عمل که اصلاح شد با استقامت خداوند پیروزی میاره. این راز بزرگی است. امروز خطبه جمعه هم در همین مورد. آقای عبدالحمید ثانی: اگر اکثر سلاطین عثمانی هرچند برای اسلام میکوشیدند اما جز خونریزی ابزاری نداشتند، چرا که عقیدهشان صحیح نبود و باید به زور متواصل میشدند؟ نه، این حرف درست نیست. این حرف کسی است که از سیاست خیلی متوجه نمیشه. دقت میفرمایید؟ من با شما موافقم که عقاید انحرافی تصوف رو داشتند و در میانشون سلفیگری هم بود، لیکن عموما صوفی مزاج بودند. برای مثال سلطان محمود عثمانی با محمد علی پاشا از مصر حمله کردن. این موقع ها موقع انحرافشونه. 600 سالی را که از مسلمانان دفاع کردند و اسلامو به دروازهای فرانسه رسوندن و اگر صفویه و تشیع نمی بود امروز اروپا همش مسلمان بود، یعنی دنیا همش مسلمان بود. اینا رو یادتون نره. فردیناند اتریشی میگه که، این را من در تز دکترا خودم آوردم، که اگر صفویه در ایران نمی بود، به عذر میخوام، اگر عثمانیان نمی بودن، یعنی لولا صفویون فی ایران لكنا نقرأ القرآن فی الجزائر فی اروپا کالجزائرین. اگر صفویه در ایران نمی بودن، یعنی ما رو کمک کردن در زدن عثمانیان، ما امروز مثل الجزائرها در اروپا قرآن میخوندیم، یعنی مسلمان میشدیم. یعنی تشیع مانع اسلام، نشر اسلام در دنیا شده و هست، لیکن با لباس نفاق، با لباس درنگی، با لباس فریب، با لباس دجالگری. وقتی میگم تشیع یعنی مراجع و رهبران دینی سیاسی شون با یک جمله خدمات عثمانیانو که 600 سال از مسلمانان دفاع کردند و بعد از اونها مسلمانان یتیم شدند که همه گرگهای دنیا به سرشون افتادند، با یک جمله از یاد نرید، ظلم نکنید. خوبی و بدی هر کسی رو به همون اندازه باید گفت. شاید بهترین کتابی که بنده در این مورد دیدم و ترجمهش هم کردم، واقعون المعاصر، اوضاع کنونی ما، از استاد محمد قطبه. اما این مرحله که شما اشاره میکنید، سلطان محمود عثمانی با محمد علی پاشا از مصر حمله کردند به سوی نجد و عبدالله آل‌سعود و 2 نفر دیگر را در ملأ عام سر بریدند. این عجیب نیست؟ پس شما خبر ندارید 400 نفر از علمای موحد آل سعود و جزیره العرب را با امرا و علما را اعدام کردند. بله، این من خبر دارم. لیکن با یک حادثه نمیشه قضاوت کرد، با 2 حادثه نمیشه قضاوت کرد. بله. اما به تمسخر گفتند که پس میگوید موسیقی حرامه؟ نه، موسیقی در فقه حنفی هم حرامه. بله.
همین عیب‌هایی که شما از عثمانیان میگیرید بسیاری از همین عیب‌ها رو هم طالبان دارن، بلکه تصوف در میانشون رایجه. لیکن سددو و قاربو، این روش ابن بازه، این روش ابن عثیمینه. مسلمان برادر مسلمانه، بر علیه مسلمان نباید موضع بگیره. لا یخذله ولا یسلمه، نه تسلیمش میکنه و نه رسواش میکنه، نه دست از کمکش برمیداره، نصیحتش میکنه. شما میدونید شاید اینقدر انتقاد که بنده از اسلامی ها از طالبان کردم کسی نکرده، لیکن انتقاد ناصحانه، انتقاد دوستانه. اگه من در افغانستان می بودم حتما سر منو می بریدن، همچنان که سر دوستامو مولانا متوکل بریدن. لیکن ما نباید اینطوری مثلا بنگریم، اشتباه ها بگیم اشتباه، درست ها بگیم درست، به نظر بنده. اما به تمسخر گفتم، پس میگن موسیقی حرامه. قبل سر بریدن نوازنده ها رو آوردن و مجبورشان کردن که چند موسیقی بشنوند، سپس گردن زده شدن. نمیدونم این حرف تا چه حد درسته، برای که موسیقی در مذهب حنفی هم حرامه، لیکن چه بسا که اینا دیندار نبودن، چه بسا که یعنی چه بوده نمیدونم. اینها همون سیفی های امروز هستن در مواجهه با عقیده مخالف بسیار خطرناکن. بله کاملا درسته، لیکن سیفی ها صوفیان قالی هستند. شما از کجا میدونید که اینا از سیفی ها بودن یا صوفیان قالی بودن؟ اینا جنگای سیاسیه، اینا جنگای سیاسیه، برای که اونها دیدند که اونها مصلحان آل سعود رو که میخواستن دولت تشکیل بدن با عنوان خوارج نگاه میکردن، یا هنوز هم بهشون میگن خائن. با این نگرش نگاه میکردن. و طبعا اینجا بحث زیاده که آیا جایزه بر یه دولت اسلامی انسان قیام کنه بر علیهش؟ نه. لیکن استدلال آل سعود اینه که اونجا دولتی نبود، دولت آل سعود نبود، دولت عثمانیان نبوده. این قصه درازه، خیلی درازه. دقت میکنید؟ و شاید بهترین کتابی که در این مورد نوشته یکی از مصریان، محمد جلال فکر کنم، السعودیون و الحل الاسلامی، در روزهای ابتدای قدرتگاه طالبان که ماه محرم بود، رائف پور گفت که بله، رائف پور، عرفات پور گفت که این طالبان چون صوفی هستند مشکلی با آنها نداریم، چون صوفیان ضد سلفی هستند. با دیدن این کلیپ رائف پور میفهم که حکومت ایران در مورد طالبان از چه چیزی میترسد. نه، حکومت ایران قبل از امریکا بر علیه طالبان موضع گرفت. دقت میکنید؟ و الان هم حکومت ایران راضی نیست، لیکن طالبان الان در چنان وضعیتی قرار دارند که یک دولت دنیا اونها رو به رسمیت نشناخته. اگر عربستان، دولت‌های خلیج طالبان رو به رسمیت میشناختن، به طرف خود می آوردن، به طرف خود می آوردن، به طرف یعنی تعامل سیاسی. میدونید خیلی مهمه. ایران زیرکی میکنه طالبان رو به طرف خودش میاره. و چرا همین زیرکی رو دولت‌های خلیج نداشته باشن؟ قطر این زیرکی رو کرد، ولذا میتونه باشون حرف بزنه، میتونه جایی که بخواد فشار باشون بیاره. توضیح در متن بالا. ممکنه حنفی ها اینا طالبان فردا برای ما مشکلی چیزی درست بکنن؟ و بله، باید مدیریت کرد. برای که خائن خائفه، برای که شما برای طالبان مشکل درست کردید، با امریکا وایستادید بر علیه طالبان. اینا اگر از نظر مکتب کلامی سلفی شدن، بله خطرناک. در افغانستان هم سلفی وجود داره و هم صوفی وجود داره، لیکن قدرت الان دست طالبانه.
ممکن اتفاق بیفته. پس من خودم دارم اینو اعلام خطر میکنم. پریشب بنده گفتم من باید مراقب طالبان بود. ما این تحلیل درست نیست. اگر اینطوری می بود این تحلیل بچگانه و تحلیل کسی که از دنیا سیاست رو نمیشناسه. اگر این تحلیل درست می بود رهبران عربستان سعودی علنا میگن که ما سلفی هستیم. ملک سلمان علنا میگفت و از نظر عقیده امیر نایف خدا رحمتش کنه که ولی عهد بود علنا میگفت. حتی بعضیا میگن که در امریکا مسموم شده یا ترور شده به همین خاطر ها. دلیل ظاهری نیست، تحلیل هاست اینا. خب چرا با ایران در این سالهای طولانی همه روابط داشتند که هیچی؟ حتی امیر نایف میگفت، من خودم شنیدم که میگفت که ما ایران رو کمک میکردیم که که بتونه به بانک های جهانی دست داشته باشه. اینا کمک های کوچکی نیست. لیکن ایران رهبران تشیع سیاست مداران پس فطرت هستند، نمک نشناس هستند. لا تشتري العبد الا وعصى معه فان العبيد قوم مناكير. اینا همچی صفتی دارند. خیانت برشون مثل آب خوردنه، بلکه این مذهب خیانت رو آسان کرده. اگر اینطوری شما میگه اندر کلامی سلفی می بودن بر علیه ما بودن، چرا عربستان سعودی این همه سالها شما رو کمک میکرد؟ حج میذاشتون، روابط سیاسی داشتی. لیکن شما کورفکران، خمینی ملعون میگه که ما اگه با صدام صلح کنیم با آل سعود وهابی صلح نخواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی دشمنی ما با اینا عقیدتی است. یعنی هر دولتی که بیشتر به اسلام نزدیک باشه عقیدهش این دولت خبیثه ایران باشه ضدتره. آقا با ضیاء الحق خدا رحمتش کنه، شهید راه جهاد افغانستان، چقدر اینا بد بودن، ضیاء الباطلش مینامیدن. با تو لخت اور ملعون که اومد اینا طرفدارش بودن. هرچی از اسلام کسی دورتر باشه به اینا نزدیکتره. چرا؟ آیا ممکنه حنفی ها از مکتب کلام ماتوریدی سلفی هم بشون؟ بله. 400 سال پیش شاخه داشت، اونا رو ول کن. انتزاعی حرف نزن، علل بله ممکنه بشن. آقا سلفیت ربطی به حنفیت و شافعیت و مالکیت نداره. بی سواد. سلفیت یک عقیده توحیدیه، عقیده اهل سنت و جماعته و در مقابلش تصوف قرار داره. در مقابلش خرافات مذهبی شماها وجود داره. ماتوریدی و اشعریت درسته که یک روش کلامیه، لیکن یک روش کلامی بر دفاع از عقیده اهل سنت و جماعته. سلفیت اینو قبول نمیکنه، میگه نه خیر، روش خود قرآن و سنت برای دفاع از عقیده اهل سنت و جماعت بهتر از روش جوج معتزلی هاست و حرفشون هم درسته. کار کرد، باید مدیریت کرد، باید دقت کرد. 15 سال الان سیاستشون اینه. چی 15 سال؟ میگم 1996 شد. بابا توسل قبول داره، شفاعت قبول داره. برخیشون قائل بر اینن که پیامبر جسم متحرش در قبر سالمه و داره دنیا رو مدیریت میکنه. ممکنه اینا به سمت سلفی گریب برن؟ اینا ربطی به حنفیت نداره، ربطی به ماتوریدیت نداره. اینا از عقاید صوفیه، همون تصوفی که شاه اسماعیل صفوی به عنوان خرسواری ازشون استفاده کرد و درندگی تشیع رو بر ایران حکومت کرد، حاکم کرد. بله، آمریکا بیکار نشسته، اسرائیل بیکار نشسته، باید مراقب بود. آقا شما ولی نعمتتون امریکاست. امریکا انقدر دهنکجی نکنید. اگر سیاست امریکا و سیاست کارتر نمی بود، اولین نفر که انقلاب ایران کرد کارتر بود. شما ابزار دستید، نمیدونید. فقط
یا میدونید ظاهر نمیکنید. البته شما که نمیدونید، لیکن خامنه‌ای میدونه. خامنه‌ای اولین کسی است که با سرهنگ نورس امریکایی در تبریز ملاقات کرده به قول بنی صدر. خمینی قبل از انقلاب، الان اسرار منتشر شده، وثایق امریکا منتشر شده، قبل از انقلاب چند سال با سفارت امریکا در تماس بوده، قاصد فرستاده. عذرخواهی خمینی از خدا و مردم اینو منتشر نکردم. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را گرو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطای خودمون را عذر می خواهم. اینا ریشومالی است، اینا فریبکاری است، این حرفها دجالگری است. بعد از 42 سال ببینید که وضعیت کشور چطوره. آقای ابو اسامه خیلی متشکرم از اظهار محبتتون. آقای یوسف از رئیس جمهور گرفته تا پیش پا افتاده‌ترین کارمندان فاسد و دزد اموال عمومی و بیت المال ملت مظلوم افغانستان بودند. ظرف 12 روز کل کشور را به طالبان واگذار کردن و فرار کردن و گورشون رو گم کردن. چون پشتیبانی امریکا که برداشته شد دیگه تمام شد. یعنی امریکا اونجا رو اشغال کرده بود و یه مش دزد مسلط کرده و امریکا دید به ضررشه، هرچی بیشتر بمونه ضررشه. این یک دعوتگر کویتیه، دعوتگر عجیبیه. شیخ عبدالله السمید، دکتر عبدالرحمن السمید، پزشک در اصل، 11 میلیون نفر حدوداً افریقایی به دستش مسلمان شده. سخنانش رو بشنویم، خدا ایشون رو رحمت کنه. الله بارك لي في أشياء كثيرة. أنا كنت أستطيع يا أخوان أني أشتغل بالمستشفى وأشتغل برا، أفتح عيادة. أنا كنت من أوائل الأطباء الكويتيين اللي تخرجوا، تلاميذي كلهم الآن عندهم عمارات الله يبارك لهم، عندهم ملايين، ولكن والله يا أخوان أعطف عليهم لأنهم يظنون أن السعادة في الجيب. السعادة بكم ريال موجود بجيبك. أنا أعتقد أن السعادة تحصلها في قلبك. ابحث عن السعادة الحقيقية، ابحث عن حسابك مش في بنك الراجحي ولا الجزيرة ولا الهولندي، ابحث عن حسابك في بنك الله سبحانه وتعالى. إذا كان راجحي يعطيك 6% بالسنة، بنك الله يعطيك 700%.
المشكلة أننا إحنا كمسلمين ما نثق بالله. بالصلاة نقول الله أكبر، لكن أول ما نخطو من المسجد طالعين المسجد نقول الريال أكبر والقرش أكبر. الله سبحانه وتعالى وعدنا بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر، ونقراها ونقول ما شاء الله لا إله إلا الله. ربما أفسرها لكم، لكن في أعماق قلبي أقول لا والله صدق الريال. الريال هو اللي يغير حياة الإنسان. كنت أكلم أخي خالد وأقول له ما عن فقر، إحنا عندنا خير، وزوجتي ورثت مبلغ كبير جدا من أبوها بالنسبة لنا، على الأقل بالنسبة لي. رفضت أن يدخل هللة واحدة إلى بيتنا، تبرعت فيه كله لأعمال الخير. لكن قضينا 5 سنوات يا أخوان في كندا ما عندها إلا ثوبين، وثوبين هي خيطتهم، واحد تلبسه واحد غسله. احنا قادرين على أن نشتري 200 ولا 2000 ثوب لو حبينا. سيارتي السابقة عمرها 17 سنة وكنا نستطيع نغيرها كل سنة. فأخواني يجب نغير نظرتنا إلى هذه الدنيا. يجب أن نبحث عن منابع السعادة الحقيقية. رحمت خدا بر او باد. خدایا همچنان که به کارش برکت داده اید، همین اخلاص و همین برکت را در کار ما بگذار و ملت ما را به وسیله ما و دوستان ما از ظلمت شرک و قبر پرستی به نور توحید و خدا پرستی، از زلالت مراجع و رساله هاشون به نور قرآن و هدایتشون و هدایتش بازگردان و ما را وسیله بر این کار بگردان. ملت ما را از سرگردانی بیدینی و بددینی نجات بده، از بددینی مدعیان تشیع و از بیدینی اسلام ستیزان و لایک ها و مزدوران شرق و غرب نجات بده و ما را و دوستان ما را وسیله برای این نجات بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم، برای ما هم دعا بفرمایید، همچنان که ما براتون در نمازهامون، در سجده هامون، در خلوت و جلوتمون براتون دعا میکنیم. نواری رو که میخوام بگذارم مصاحبه استاد مصطفی طباطبایی راجب چیه ننوشته؟ آقای طباطبایی به به، دکتر فرهاد بهبهانی، ایشون مدتی زندان بود، یک کتابی نوشته بود مهمانی حاج آقا، و از دوستان نزدیک و از شاگردان بزرگ استاد طباطبایی. خدا محروم کند کسانی را که ما را از دوستانمان محروم کردند و خداوند کسانی را که ما را از وطن خود، از شهر و کشور خود، از دوستان خود، از مادر و خواهر خود محروم کردند، از خیشان و اقوام خود محروم کردند. بنده 22 سال مادرمو ندیدم، خواهرمو ندیدم تا فوت کردند. 4 تا برادرم فوت کردن، من ندیدمشون. خداوند خامنه ای را و نظامش را و اجامرش را در همین دنیا قبل از آخرت این چنین محروم بگرداند، مگر اینکه توبه کند و به راه راست بازگردد.
این نوار 56 دقیقه این مصاحبه رو، البته من نمیدونم موضوعش چیه ولی حتما خوب خواهد بود با اعتمادی که بهشون دارم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحال هستیم که خدمتون هستیم اینجا در این موقعیت و متشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار این بحث گذاشتید. جناب عالی شناخته شدید به عنوان کسی که عمر خودش رو صرف شناخت حقیقت کرد، حقیقت زندگی، حقیقت دین، حقیقت هستی، و در ادیان سیر کرده، در کلیه ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی، و قرآن رو شناخته و تلاش‌های زیادی در تدبر قرآن، فهم قرآن به کار برده. دوستانتون شما رو به عنوان مفتی قرآنیان ایران میشناسن، کسی که حقیقت قرآن رو میشه از زبان او شنید. حالا دو سه تا مطلب هست که میخواستیم خدمتتون مطرح کنیم. اول از همه این که چنان که استدلال داریم که خارج کشور مخالفت‌های زیادی هست نسبت به دیانت اسلام، بیشتر هم این موضوع معلول این حوادث گذشته از حوادث اخیره و کارهایی که به نام اسلام انجام گرفته که ناهنجار بوده، ناروا بوده، وجدان افراد رو ناراحت کرده و باعث مخالفت ها و بدبینی ها شده نسبت به اسلام در بین هموطنان ما. ولی متاسفانه شاید در خیلی موارد با انصاف نسبت به این موضوع برخورد نمیشه و اشخاص به طور کلی با یک روحیه بی‌طرف و منصفانه با اسلام برخورد نمی کنن در مخالفت هاشون. حالا میخواستیم در اول از همه در این زمینه نظر شما رو جویا بشیم. خیلی متشکرم، لطفاً نظرتون بفرمایید.